درود و وقت بخیر خدمت همه شما عزیزان خداوند. خدا رو شکر میکنیم برای این پرستش عالی، برای این دعای عالی، و خدا رو شکر میکنیم که خداوند همیشه تو هر لحظه ای که ما 100%مون رو به حضورش ببریم، حضورش رو بر ما نمایان میسازه، و شکر برای این اه، پرستشی که حضور خداوند رو دریافت کردیم. خب عزیزان، همونجوری که میدونید داریم کتاب متا رو با همدیگه بررسی میکنیم و با همدیگه داریم پیش میریم تا ببینیم که کلام خداوند دقیقا به ما چی داره میگه، چه هدفی رو داره برای ما. خیلی خوشحالیم که دوباره کنار همدیگه هستیم و امروز میخوایم وارد بخش مهمی از انجیل متی بشیم. دو تا درس قبلا دادیم، یه مقدمه، یه دونه متی باب 1 تا 4 که توی کانال من هست، توی ارزم به خدمتتون یوتیوب کلیسای هفت هستش، تو سر مینیستری، و میتونید اونجا این ویدیوها رو نگاه بکنید. ازتون خواهش میکنم حتما با کامنتاتون باعث بشین که این پیام بیشتر دیده بشه، و لایکاتون، کامنتاتون، ویوهاتون توی یوتیوب خیلی به ما میتونه کمک بکنه. ازتون میخوام، خواهش بکنم که حالا مخصوصا تو تکالیفی که داریم، آیاتی که براتون مکاشفه میشه، براتون باز میشه، و اینا رو توی اون کامنت ها بنویسید. و البته 3 4 نفر تو ویدیوی گذشته نوشتن، ازتون ممنونیم، ولی دوست دارم ازتون خواهش بکنم که اینا رو بیشترش بکنید. میتونه بیشتر توی این قسمت به ماها کمک بکنه. امروز میخوایم، در حقیقت قرار بود 3 تا باب رو تو تکلیف هفته گذشته بهتون گفتم 3 تا باب رو تو این هفته بخونید. میخوایم با هم حرف بزنیم در موردش، باب 5 6 و 7. اما امروز فقط میخوایم باب 5 رو با هم بررسی بکنیم. حقیقتا تو این 3 تا باب انقدر مطالب مهم و عمیقی هست که ترجیح دادیم که امروز فقط هر روزش رو، یعنی هر بابش رو توی یک هفته این 3 باب رو مورد بررسی و واکاوی قرارش میدیم، چون خیلی مهمه و خیلی حیاتیه. چرا حیاتیه؟ به خاطر اینکه به اصطلاح به این 3 باب میگن موعظه سر کوه یا موعظه بالای کوه، و در حقیقت قلب تعالیم عیسی مسیحه و پایه‌ای برای زندگی مسیحی واقعی ما هستش. این 3 تا بخش مثل فونداسیون، یا اون، بذار اینجوری بگم، مثل ستون فقرات مسیحیت میمونه. تمام اون دستورات میاد اینجا قرار میگیره. حالا من میخوام ازتون سوال بکنم و همونجوری که میدونید توی چت به من جواب بدین. این قوانین رو همه خوندین دیگه، نه؟ قرار شد کسی که تکلیف انجام میده دیگه تو جلسه نباشه. ها، این قوانین رو که داریم با هم دیگه انجامش، این قوانینی که اینجا توی کلام خدا گفته شده، خب برای چی بوده؟ اگه ما بر حسب فیض نجات پیدا نکرد، پس چرا ما توی این قسمت انقدر هنوز قوانین شاید حتی سختگیرانه ای رو داریم؟ تو چت برای من بنویسید چرا خدا این قوانین رو گذاشته. مگه ماها نمیگه شما بر اساس فیض نجات پیدا کردیم؟ پس این قوانین اینقدر سخت برای چیه؟ کسی میدونه تو چت برام بنویسه؟ نظراتتون رو بنویسید لطفا، اگر توی زوم هستید. اگر نیستید که خب قطعش کنید بریم. برای بهتر شدن رابطه ما با خداوند آفرین، چون الان با روح خدا زندگی میکنیم. آمین. دیگه فقط 2 نفر نوشتن اطاعت کردن. خب آمین. عزیزان توی چت حتما با من مشارکت بکنید برای هوشیاری روحانی ما، ابدیت ایمانمون. آمین. خدا رو شکر، خدا رو شکر، برای چون میتونیم رابطه خوبی با خدا قرار بکنیم، برای درک بهتر خدا. و فقط نجات کافی نیست، باید پاکی درونی اتفاق بیفته. کسی میتونه وارد ملکوت خدا وارد بشه که اراده پدر رو انجام بده. این قوانین برای زندگی ملکوتی ماست و بیان ماهیت واقعی پادشاهی خدا، روابط انسانی و همینجوری از آن، چون اونجوری که خدا میخواد باید باشی، نزدیکی ما و پدر. آفرین. همه اینایی که گفتین درست، هیچ کدومش مشکلی نه.
ولی یه نکته مهمه، وقتی ما میخوایم، اتفاقا دیروز داشتم این موضوع رو، دیروز پیروز بود، با یکی از عزیزان مطرح میکردم. وقتی ما میخوایم یه بازی فوتبال رو انجام بدیم، خب نیازمند چی هستیم توی این قسمت؟ نیازمند اینیم که قوانینش رو بدونیم دیگه. نمیتونیم بریم تو آفساید وایسیم گل بزنیم که. نه، وقتی که قوانین رو میفهمیم، درک میکنیم و شناخت برقرار میشه، ما میتوانیم اون بازی رو به بهترین شکل انجام. این چهارچوبیه یا اون قوانینی که خدا در مسیحیت داره به ما میده. و نکته مهمش اینه که ما اینجا مثل مذهب با زور خودمون قرار نیست اون کارا رو انجام بدیم، بلکه با قوت روح خداست که میتونیم انجامش بدیم. پس این قوانین رو داره به ما میگه، از اون ور در ادامه میگه روح القدس هم میاد بهت کمک میکنه و تو میتونی این قوانین رو با این شرایط چیکار بکنی؟ انجامش بدی. یه صحبتی پیش میاد توی این قسمت، من هنوز وارد کلام نشدم، فعلا دارم فقط براتون توضیح میدم که این آمادگی برای ما اتفاق. یه صحبتی پیش میاد، اینو کیا باش موافقن، کیا مخالف؟ تو چت به من بگن. اینکه این عیسی مسیح خدا بود یا خدا هست که میتونه چون عاری از گناه هست این کارا رو انجام بده و ما به عنوان انسان ها نمیتوانیم انجامش بدیم؟ کیا با این مسئله موافقن، کیا مخالف؟ بنویسین تو چت. بله، مخالف داریم، موافق داریم، ما فرزندان خداییم. سوال اینه که کیا موافقن که با این جمله که خدا چون خداست میتونه این کارا رو انجام بده و ما نمیتوانیم انجامش بدیم چون انسانیم، چون خدا عاری از گناه میتونه این قوانین رو خودش انجام بده. به عنوان انسان نمیتونیم، تنها با قوت روح میتونیم. مخالف، موافق، موافق، موافق. بله، درست. اوکی. صحبت اینجاست، من ازتون میپرسم و شما خودتون نتیجه گیری بود. اوکی. عیسی مسیح 100% تو تثلیث خوندیم دیگه، 100% تو خداوندی و خدایی مسیح هم خوندیم. 100% انسان بود و 100% خدا. میگه ماهیت خداییش رو ول کرد، به شکل یک انسان به روی زمین اومد. تمام شرایط مراتع رو گذرون. حالا متا رو بخونیم بعداً بیشتر باش آشنا میشیم، ولی تمام شرایط یک انسان رو گذرون. دیگه امروز من و تو نمیتونیم بگیم، چون اینو من چند بار شنیدم و نسبت بهش حساس شدم. دیگه امروز من و تو نمیتونیم بگیم که چون خدا میتونه انجام بده و من و تو نمیتونیم انجام بدیم. خدا به شکل یک انسان به روی زمین اومد، پادشاهیش رو ول کرد تا بیاد بگه نه آقا میشه انجامش. اما روح القدس رو هم به ما داد و توی کلامش میگه هر کی به من ایمان داشته باشد با قوت روح، همونجوری که شماها نوشتین، میتونه کارهای بزرگتر از منم انجام بده. درسته؟ آمین. پس این جمله از سرمون بیاد بیرون. این دروغه، دروغی که دنیا داره به ما میگه. این جمله بیاد بیرون، چون مسیح خدا بود تونست، من نمیتونم پس من همینجوری پیش برم. نه، اما اون ور داستانم نداریم روی ذهنمون بمونه. یه لحظه من عذرخواهی میکنم، یه لحظه. تو هر قسمتی ما پس میتوانیم شبیه به مسیح حرکت بکنیم، اما این نکته که پس من اگه انجام ندم دست حضور خدا خارج خواهم شدم، درست نیست. باید ببینیم که چه جوری میتونیم بهتر بشیم. ما داریم بهتر میشیم، این قواعد بازی رو میشناسیم، قواعد قانون خدا رو میشناسیم، میخوایم به اون سمت حرکت. متوجه شدین چی شد؟ حالا میخوام برم روی این مبحث، امیدوارم خسته نشده باشی. اگر امکانش هست متی باب 5 آیه 3 تا 12 رو بخونیم. کجا؟ خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد.
خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلحجویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. آمین. آمین آمین. 11 هم بخونیم خواهر. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. آمین. آمین آمین. اینجا عیسی مسیح اومده، اولین باریه که خدمتش شروع شده. در قبل صحبت کردیم دیگه، تعمید میگیره میره بیابون و خدمتش شروع میشه. وقتی برمیگرده حالا میاد اولین جایی که قرار میگیره سر کوه، بالای کوه وامیسته و شروع میکنه برای مردم موعظه کردن. اولین چیزی که داره میگه خوش به حال شماها. 8 تا خوش به حال میگه. خوش به حال یعنی خوش به حال یعنی تمام اون برکت به شما داده خواهد شد و این اتفاقیه که خدا برای من و تو میخواد. حالا 8 تا خوش به حال اول داره به ما میگه که بدونیم که اوه چقدر ما رو خدا دوست داره و داره در موردش صحبت میکنه. میریم اول سراغ خوش به حال ها، بعدش میاد در مورد بقیه قسمت ها برامون توضیح میده. میگه خوش به حال آیه 3 میگه خوش به حال فقیران در روح. کی میدونه فقیران در روح کیه؟ بنویسیم برام تو چت. یعنی خوش به حال کسانی که روحشون فقیره. چرا؟ چون ملکوت آسمان برای اوناست. این افراد خودشون رو از نظر روحی، افرادی که فقیر در روحن، خودشون رو از نظر روحی، از نظر روانی محتاج خدا میدونن و به خودشون تکیه نمیکنن. وقتی احساس میکنیم که نمیتونیم خودمون راه درست رو بریم، ما نیازمند هدایت خداییم. میگه خوش به حال این افراد، چرا که ملکوت آسمان از آن ایشان. چرا؟ چون زمانی که تو با خدا منتظر خدا، احساس نیاز به خدا داری و خدا رو دعوت میکنی به زندگی، اجازه میدی خدا تو زندگی کار بکنه و ملکوت آسمان از آن تو بشه. همین. دومی میگه خوشا به حال چی؟ خوشا به حال ماتمیان، غمزدگان، زیرا آنها تسلی خواهند یافت. اما اندوه برای گناه و سختی رو داره در موردش صحبت میکنه. اما اندوهی که به خاطر دوری از خدا داریم و داره حرف میزنه و میگه اون فرصت رشد و نزدیک شدن به خدا رو به ما میده. زمانی که ما به خاطر گناهانمون، به خاطر دوری از خدا تو غم و ناراحتی هستیم، این یک فرصت رشد و نزدیک شدن به خدا رو به ما میده. امروز وقتی اشتباه کردیم یا به دیگران آسیب دیدن، با اندوه درست، با اون غم درست، قلب خودمون رو به خدا میدیم و جاش آرامش رو میگیریم. میگه خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی پیدا. خود خدا میاد تسلیت. تو آیه 5 میگه خوشا به حال حلیمان یا آرامان، زیرا ایشان زمین را به ارث خواهند. واو. کسایی که صلح طلبن، کسایی که فروتنن و برتری حقیقی در چشم خداست. مثلا امروز درگیری رو انتخاب نمیکنه، بلکه با محبت و آرامش میان اون مشکلات و شرایط رو مدیریت میکنه. کسایی که رابطه ها رو به هم وصل میکنن، کسایی که حلیمن، افتاده دلن. تو آیه 6 میگه خوشا به حال کسانی که تشنه و گرسنه عدالت هست، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خیلی از ماها تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که عدالت درونش نیست. نه، میگه اشتیاق برای یه زندگی درست و مطابق با اراده خدا. دنبال عدالت شخصی و بعضی وقتا ما میایم دنبال عدالت شخصی و اجتماعی باشیم، نه اینکه فقط دنبال منفعت خود. میایم دنبال منفعت گرایی میکنیم، دنبال اینکه چی به من میرسه،
چی حق منو خورده. اما نه، اینجا داره در مورد اون عدالت شخصی و اجتماعی ما داره صحبت میکنه از دیدگاه خدا. توی آیه بعدی میگه خوشا به حال رحیمان زیرا بر آنها رحم خواهد شد. رحیمان، مهربانان هم میتونیم اسمشو بذاریم، کسایی که با دیگران با محبت و بخشش رفتار میکنن، میگه خوش به حالشون، همون جوری که رفتار میکنن براشون رفتار خواهد شد. میگم خدا داره چارچوباشو به ما میگه. نه، حتی اگه با کسی که به من و تو آزار برسونه، دردی رو بهمون بده، درسته باهاش مرز میذاریم، فاصلمون رو هدایت میکنیم، اما با محبت باهاش برخورد. تو آیه 8 میگه خوشا به حال پاک دلان زیرا آنان خدا رو خواهند. واو. خوشا به حال پاکدلان زیرا ایشان خدا رو خواهند. قلب خالص، بدون فریب و نفاق، افکار و نیتهای خودمون رو پاک نگه داریم. نه، در کار و زندگیمون شفاف باشیم. تا زمانی که قلب ما پاک نشه نمیتونیم به حضور خدا بریم بچه ها. تا زمانی که پر از نفرت و خشم باشیم، تا زمانی که دنبال منفعتهای خودمون باشیم، تا زمانی که دنبال این باشیم که دیده بشیم، نمیتونیم خدا رو ببینیم و باهاش ملاقات. و هفتمی، یکی مونده به آخر، میگه که خوشا به حال صلحجویان زیرا آنان فرزندان خدا خواهند شد، خوانده خواهند شد. آمین. کسانی که صلح و ایجاد میکنن، زن و مرد صلحن، میان میان دیگران آشتی میندازن، غیبت نمیکنه، جمع به هم نمیریزه، تفرقه ایجاد نمیکنه. اختلاف هم اگه پیش میاد با دیالوگ، با صحبت کردن، با محبت میاد اونا رو حلش میکنه. و بعدی میگه خوش به حال کسانی که برای عدالت گرفتار میشه، خوش به حال آنان که در راه پارسایی آزار میبینن. چرا خوش به حالشون؟ چون پادشاهی آسمان رو خدا بهشون، پاداششون بسیار بزرگ نزد خدا. بعضی وقتا مشکلات میاد، اتفاقات تلخ میفته، تحمل اون مشکلات برای خدا، مردم من تو رو نمیبینن. نه، امروز اگه بخوام بگم چند نفر افراد رو خدا به خاطر ایمانشون ترک کرده، خیلی رو دستامون میاره بالا، درسته؟ خیلی همون خدا رو به خاطر خدا ما رو طردمون میکنن، بهمون فحاشی میکنن، ما رو مسخره میکنن. ما تو این جلسه 3-4 روز بشارت که رفتیم، خیلی این اتفاق برای عزیزان افتاد. ولی نکته مهم کجاست؟ نکته مهم اینه که اگه این اتفاق برات بیفته، خدا داره بهت میگه که ملکوت آسمان، پادشاهی آسمان رو تو خواهی. میگه حتی به اون پیامبرای قبلی هم که اومدن همینجوری رفتار میکرد. درسته؟ پس این 7-8 پشت به حال هایی که خدا داره به ما میگه، ما باید همش رو بنویسیم. من میخوام ازت سوال بکنم، واقعا کدوم یکی از اینا با قلبت صحبت کرد؟ برای ایمانمون یا برای کمک به دیگران مورد نقد قرار میگیریم، تحقیرمون میکنن؟ آیا ما شجاعانه پای ایمانمون میستیم یا نه ولش میکنیم؟ ازتون میخوام خواهش بکنم مطابق 5 آیه 13 تا 16 رو هم بخونیم. شما نمک جهانید، اما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟
دیگر به کاری نمی آید جز آنکه بیرون ریخته شود و پایمال مردم گردد. شما نور جهانید، شهری را که بر فراز کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد. هیچ کس چراغ را نمی افروزد تا آن را زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می‌گذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه اند بتابد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است بستایند. آمین. آمین. نمک رو میدونی نمک و نور معنیش چی میشه؟ نمک یه تأثیر مثبت روی رو میذاره و ارزشمنده. نور راه رو نشون میده و روشنگر. درسته؟ حالا وقتی اینجا داره از نور و نمک برای ما استفاده میکنه، میگه این هشتا رو داشته باش چون بهترین اتفاقات برات میفته. خدا به شدت تو رو مورد لطف و محبتش قرار میده و بهت برمیگرده. اما تو این دوتا خیلی قشنگ داره میگه نمک جهانی، یعنی ارزش و تأثیر مثبت تو توی خانواده و جامعه خواهی داشت. به عنوان مسیحی امروز من و تو این ارزش و اون تأثیر مثبت رو توی خانواده و جامعهمون آیا داریم؟ اگه نداریم باید دوباره به خودمون رجوع بکنیم بچه‌ها. نمک اگه اون خاصیتش رو از دست بده به درد نمیخوره، میریزنش دور. درسته؟ نورم همینه. نور یعنی روشنگری، یعنی نشون دادن مسیر درست به دیگران. چه جوری؟ من با زندگیم باید اون نور باشم که خدا در من میتابه و من اون رو دارم پخشش میکنم. پس زندگی ما باید نمونه‌ای تأکید میکنم، نه حرفای قشنگمون. زندگی ما باید نمونه‌ای از محبت، صداقت و ایمان باشه تا دیگران اینو ببینن و بگن چی داره که من ندارم. چرا اینقدر تو مشکلاتش آرومه؟ چرا اینقدر با محبته؟ چرا این شکلیه؟ من اینا رو ندارم، چجوری میتونم داشته باشم؟ و اونجاست که ما بهش میگیم این خداست که به ما داد. پس این صحبتایی که مسیح داره میکنه، این قوانینی که داره میده بسیار تاثیرگذار و مهمه. بگم ستون فقرات ایمان مسیحی. آیت 17 تا 20 هم میشه بخونیم؟ گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های پیامبران را نسخ کنم. نیامده‌ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده‌ام تا تحققشان بخشم. زیرا آمین به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا اینکه همه به انجام رسد. پس هر که یکی از کوچکترین این احکام را کم اهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد، در پادشاهی آسمان کوچکترین به شمار خواهد آمد. اما هر که این احکام را اجرا کند و آن را به دیگران بیاموزد، او در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما میگویم تا پارسایی شما برتر از پارسایی علمای دین و فریسیان نباشد، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. آمین. آمین. عیسی اینجا میگه من نیومدم. شریعت یعنی قوانین بچه. ما دون و شریعت داریم. من میگم فقط بدونید چون من سر این خیلی بحث کردم. ما یه شریعت مسیحی داریم، یک شریعت مذهبی داریم. شریعت مذهبی یعنی من تلاش میکنم به انجام کاری برای اینکه پیش خدا پذیرفته شده باشه. اما در مسیحیت هم ما شریعت داریم. شریعت مسیحی یعنی این که من پیش خدا پذیرفته شدم و امروز این قوانین رو با همه قلبم با قوت روح القدس انجام میدم. برای چی؟ برای اینکه اجازه بدم خدا از من محافظت کنه. این دو تا هم خیلی فرق. آمین. همه بیدارید؟ خسته نشدید؟ یا آمین بنویسین؟ آمین. این میشه اون قسمت کار خدا که داره انجام میده. اینجا عیسی میگه من نیومدم اون شریعت رو باطلش بکنم، بلکه اومدم کاملش بکنم. حالا کامل کردنش رو بعدش میریم جلوتر بهتون میگم. فریسیان علمای دین، ملاهای یهود بودن، بهشون گفتن فریسی. خب فریسیان فقط به ظاهر عمل میکردن، فقط ظاهری اون کار رو انجام. چقدر این برامون آشناه نه؟ توی اسلام و توی اون جایگاهی که بودیم، حالا توی اون باور قبلی، چقدر ما آخوندا رو میدیدیم طرف همه کار میکرد
ولی از این ور می اومد در مورد خدا هم حرف می‌زد و چهره خیلی مثبتی هم به خودش میگرفت. نه، ما امروز شریعت مذهبی رو انجام نخواهیم داد. ما امروز قوانین مسیحی رو سعی میکنیم و انجامش، برای اینکه اجازه بدیم در ما خدا در ما کار بکنه. حالا نکته مهمی که میخوایم در مورد صحبت بکنیم، میدونی کجا؟ اینجاست که عیسی پس نیومد شریعت رو باطل بکنه، بلکه اومد کاملش بکنه. فریسیان هم فقط به ظاهر انجام میدادن، نه میره، حالا در ادامه بعدم میگه میرفتن جلو کنیسه و بلند بلند دعا میکردن، میرفتن کمک میکردن همه مردم ببینن چه خبر، روزه میگرفتن، دهنشون بو میداد، هیکلا قیافه ها داغون خسته و من دارم روزه میگیرم. کلام میخوندن، تورات رو میخوندن با صدای بلند که من دارم تورات، ولی توشون پوچ بود. نخوردن، نرفتن، انجام ندادن، اینا فقط ظاهری بود. ولی مسیح توی این قسمت میاد به ما چی رو میگه؟ اصلا برای چی گفته این جملات رو؟ به خاطر اینکه میخواد به من و تو بگه عدالت ملکوتی اینه که نباید توی ظاهر فقط باشد، بلکه باید عمیق‌تر در جانمون باشه. جان یعنی روان و همون احساسات و تفکر ما که در نتیجه عمل ما رو به همراه، درسته؟ فکر و احساسات ما در نتیجه عمل کرد رو به همراه داره و این به اصطلاح از قلب یا از احساسات ما شروع میشه. خیلی وقتا ما میگیم خب من دزدی نکردم، قتل نکردم، پس آدم خوبیم. نه، اما مسیح چی میگه؟ میگه نه، مهمه که قلبت درست باشه و نیتت درست باشه، طبق اون چارچوبی که داره مسیحیت. میخوام ازت سوال بپرسم، آیا زندگی مسیحی، میخوام از خودمون بپرسیم، آیا زندگی مسیحی من بیشتر به ظاهر مذهب چسبیده یا حقیقتا از قلبم خدا رو میپرستم؟ خیلی نکته مهم. توی این قسمت چون وقت نیست، من آیات 21 تا 48 رو نمیخونم، فقط از روش رد میشم، یعنی دونه دونه رو توضیح میدم ولی دیگه خانش نداری. میاد یه سری قوانینا رو داره میگه، حتما خوندید دیگه، نه؟ متی باب 5 21 میاد در مورد خشم، 21 تا 26ش در مورد خشم صحبت میکنه، بعدش میاد در مورد شهوت صحبت میکنه، بعدش میاد در مورد طلاق حرف میزنه، بعدش در مورد قسم، بعدش انتقام و بعدش محبت به دشمنان. اینجا مسیح 6 تا نمونه میاد. یه لحظه تمام تمرکزت رو به من بده، ببین چی داره میگه. میگه اگه قبلا تو اون شریعت موسی بهت میگفتن که قتل نکن، الان من بهت میگم اگه خشمم بکنی انگار قتل کرد. کی میدونه چرا این حرف رو داره مسیح میزنه؟ بنویسیم برام. چرا اینو داره میگه؟ میدونی چرا؟ مثال میزنم برات باز بشه. حساب کن الان اسم مهدی جلومه، بذار در مورد مهدی بگم. حساب کن من و مهدی با هم جر و بحثمون میشه، ناراحتیم از هم دیگه و من اینقدر عصبی و خشمگینم ازش که اگه شرایط مهیا بود کلشو کنده بودم دور از. خیلی دوستش دارم مهدی ها. پس اگه توی فکرم به این خشم میرسم، ناراحت میشم از دستش، میتونم اون خشم میتونه منو کنترل بکنه. خیلی از قتلایی که انجام میشه با نیت قبلی نیست، در لحظه اتفاق افتاده. مهم برای خدایی نیستش که تو چه کاری رو انجام میدی و نتیجه کار تو چیه. مهم اینه که تو به چی داری فکر میکنی.
به خاطر همین میاد بهت میگه خشمگین نشه، توی خشم نمون، چون اگه بمونی خشم تو رو کنترلت میکنه. گرفتی صحبتمو؟ اگه تو خشم بمونی تو خشم کنترل نمی کنی، بلکه اونه که تو رو کنترل، و میتونه اتفاقات بدی توی این قسمت برات بیفته. توی قسمت بعدیش میاد در مورد شهوت صحبت میکنه. آفرین، افکار سرمنشأ همه اموراته، باریکلا. توی قسمت بعدی میاد در مورد شهوت و زنا صحبت میکنه. میگه اگه تا قبلش بهت میگفتم، میدونی تو شریعت موسی و تو اکثر حالا مذاهب میان میگن که اگه تو زنا بکنی تو سنگسار میشی. تو اسلام فکر کنم اینو داریم، درسته؟ حالا تو معجزاتی که مسیح کرده یا قسمت دیگه حتما در مورد این موضوع صحبت میکنیم، اما به خصوص در مورد اون زنا میخوایم صحبت بکنیم. میگه اگه تا قبل از این میگفتیم که زنا بده، الان میگیم اگه تو فکرتم به فکر شخصی باشی، یعنی تو با اون در دم زنا کرد. باز چرا؟ چون اون فکر شهوت میتونه منو تو رو کنترل بکنه، یعنی اگه تو اون شرایط رو داشتی انجامش میدادی. گرفتی؟ ببین در مورد وسوسه صحبت نمیکنه ها. وسوسه رو من میشنوم، حالا یا اینجا اکسپتش میکنم یا اکسپتش نمیکنم. اگه وسوسه رو اکسپت کردم، قبولش کردم، یعنی اگه شرایط بود انجامش میدم. درست دارم میگم دیگه؟ نه، اگه شرایطش بود انجامش میدم. ولی اگه اینجا اکسپت نکنم، یعنی حتی تو شرایطم قرار بگیرم، انجامش نخواهم داد. پس این فکر منه. کلام خدا هی میگه دیگه، میگه تو با خوردن و آشامیدن اینا نجس نمیشی، که اون چیزی که تو فکرته تو رو نجس میکنه. پس خیلی مهمه ماها چی میشنویم، چی میبینیم و بعدش چی تفکر میکنیم، یا در مورد احساساتمون چه اتفاقی میفته. بعد میاد در مورد طلاق صحبت میکنه. متاسفانه چیزی که توی اکثر جوامع، حالا توی ایران هم به خصوص خیلی بدتر داره در موردش حرف میزنه. میاد چی میگه؟ میگه که طلاق رو اگه قبلا بهتون میگفتن تو طلاق بدی باید حتما یه طلاقنامه به افراد بدی، اینجا من دارم بهت میگم اگه به غیر از زمانی که بی افتی اتفاق بیفته، یعنی خیانتی اتفاق بیفته، چه از نظر مرد چه از طرف زن، میگه اگه به غیر از این طلاقش بدی و اون آدم تو شرایط بد قرار بگیره، چه اتفاقی میفته؟ خب اون زنا یا اون گناهی که اون شخص انجام میده گردن تو مقصرش، چون تو باعث شدی. خاطر همین میگن مسیحیت محکمترین ازدواج رو داره. محکمترین ازدواج رو داره. خیلی مهمه که ما بتونیم اینو چیکارش بکنیم، دریافتش بکنیم. ما عهد میبندیم در مسیح، هم باید طبق قانون کشور تو ازدواج کرده باشی و بعدش میای کلیسا و اون ازدواج رو تقدیس میکنه، اون رابطه رو تقدیس میکنه. من و نوشین جان هم همینجوری ازدواج کردیم که اول رفتیم تو شهرداری ثبت کردیم و بعدش اومدیم توی کلیسا و اون مراسم عروسی رو دید. بعدیش میاد در مورد سوگند و قسم صحبت میکنه. بچه ما خیلی توی مخصوصا ما ایرانی ها به شدت روی این قسم مشکل داریم. حالا یا به خودمون و جون خودمون و جون بچه‌مون و جون خانواده‌مون و چه میدونم به چیزهای زمینی قسم میخوریم، یا به خدا و به این و به اون داریم قسم میخوریم. حقیقتا میخوام یه لحظه با خودت فکر بکنی چند بار در روز قسم میخوری. تیکه کلم شده، آفرین، و باید امروز بریده بشه. باید تمرین بکنیم. من همه اینایی که دارم میگم این چارچوب خداست و ما باید تمرین بکنیم این شکلی بشیم.
یعنی امروزمون با فردامون باید متفاوت بشه. نمیگم اینا رو که بگم اگه انجام ندی میری جهنم یا چه عمود میگیرن آویزونت میکنن، نه، ولی میخوام بهت بگم که این مهمه و ما باید سعی بکنیم طبق این چارچوب بریم جلو. آمین. خب قسمو خیلی قشنگ میگه بهتون قبلا گفتم که سوگند و قسم مخورید، تو شریعت موسی گفته شده و گفتن اگه قسم میخوری به خودت یا به خدا وفا کن، به اون قسمت وفا کن. اما من بهت میگم هرگز سوگند نخور، نه به آسمان، نه چون تخت پادشاهی خداست، نه به زمین چون کرسی زیر پای اون، نه به شهر و اورشلیم و این ور اون ور. چرا؟ چون شهر اون پادشاه بزرگه. پس میگه به دنیا و خدا و این ور اون ور قسم نخور، به خاطر اینکه این مال خداست، مال تو نیستش که تو بهش قسم میخوری. میگه به سر خودت نیز قسم نخور. چرا؟ چی خونده میدونه چرا؟ بنویسیم برام چرا قسم نخور. یه نکته میگی که خیلی قشنگه، میگه حتی به سر خودت هم قسم نخور، چون یه دونه موی سیاه تو نمیتونی سفید بکنی یا سیاه بکنی. باری کلمتی تو توانه هیچ کاری رو برای بدنت نداری، نمیتونی کاری بکنی، چون اونم خدا به داده، مال تو نیستش که. میگه پس چیکار کن؟ میگه پس بله تو بله باشه، نه تو نه. نکته آخرش رو گوش کن، چون حالا میگه زیرا افسون برای این شیطان است، چون اگه بیشتر از این بخوای حرف بزنی تو کار شیطون رو داری انجام. خاطر همین ما توی هلند وقتی میایم به عنوان پناهنده، وقتی میخوام بهمون اون چیز رو بدن، اون سیتیزن رو بزن، نشنالیتی رو بدن، به ما میگن باید قسم بخوری یا باید قول بدی. خب ما قول میدیم. چرا؟ چون در کلام خدا گفته قسم نخور. قول میدیم که خب حالا اون قسمت هایی که از بر علیهشون کاری انجام ندیم، چه میدونم اطلاعاتمون کامل بوده باشه و غیره. پس قسم دیگه، خب همتون بنویسین قسم دیگه نداریم، نمیخوریم. باریکلا. و دو تا قسمت دیگه داره و دیگه سرتون درد نمیارم. بعدیش میگه انتقام. ما متاسفانه این رو هم خیلی تو اون مذهب قبلی داشتیم و به شدت باهاش بودیم. شنیدی میگن که چشم در برابر چشم، درسته؟ دندون در مقابل دندون. حتی ما توی مذهب اسلام هم اینو متاسفانه که از یهودیت گرفته داریمش، که میاد میگه خون در برابر خون. نه، تو گذشته هنوزم هست، البته قسمت هایی از ایران هنوز هست که وقتی مثلا قبیله‌اند یا قومیتی هستن، وقتی یکی از یکی کشته میشه اینا خونبها رو میدن، اون آدم هم باید بیاد یکی رو بیارن و اون رو بکشن. یعنی این داستان هست توی اسلام هم هست، وقتی یک کسی قتل میکنه باید چیکار بکنن؟ اون یکی رو هم بردارن بکشن. درست دارم میگم؟ این اتفاقیه که برای مذاهب هست. قصاص. آفرین، دنبال کلمش بودم، مرسی کمکم کردی. اما خیلی قشنگ میگه، خیلی قشنگ میگه من به شما میگم در برابر شخص شریر ایستادگی نکنید، یعنی وانستی باش جر و بحث بکنید. اگر کسی به گونه راست زد، گونه چپت هم بیاری، یعنی باش، منظور اینه که باش بحث نکنید، باش وارد بحث نشید. و در ادامه میاد میگه اگر کسی چیزی ازت هم خواست، نه فقط انتقام نگیری بلکه به چیزای دیگه هم ببخش. دلیلش میدونی چیه؟ دلیل این کار میدونی چیه؟
بذار من بهت بگم. این من یادم افتاد این برادر عزیزمون تو آمریکا اسمش الان از ذهنم پرید، بهم کمک کنید که کشتنش. اه، خانومش یه پسر جوونم کشتش دیگه. آره کار کرد. اه، چارلی که آره. وقتی که کشتنش به یه هفته نرسید، چند روز بعدش خانومش اومد گفت من اینو بخشیدمش و ازش گذشتم. تازه نه فقط بخشید، بلکه یه مؤسسه هم باز کرد که جوونایی که حالا تو شرایط اون پسرن رو بتونه کمک بکنه که خدا رو بشناسه. نه دلیل این بخششه میدونی چیه؟ کیا میدونن چیه؟ ببین وقتی تو در فکر انتقام باشی، یکی دیگر رو مثال بزنم چه اسمی جلو چشممه؟ آره علی رضا جلو چشم. مثلا علی رضا به من یه بدی کرده و من ازش حالم خیلی بد. علی رضا این بدی رو کرده رفته، حالا حتی من انتقام بگیرم دنبالش برم، فکرم همش علی رضا علی رضا علی رضا علی رضا علی رضا. اون به من یه دردی زده رفته، ولی من تا ابد برده علی رضا. هر کسی رو شبیه اون ببینم حالم بد میشه، با هر کسی حرف بزنم اسم اون بیاد حالم بد میشه، یادش بیفتم خاطرات بیاد جلو حالم بد میشه. من بنده علی رضا. درسته؟ خدا میگه این کار رو نکن، به خاطر اینکه تو اون بندگی گیر نکن، تو اون بردگی گیر نکن. سخته. و در ادامه دیگه پا رو فرمز میذاره عیسی مسیح و میگه نه فقط انتقام نگیری، بلکه به دشمنان خودتون چیکار بکنید؟ محبت بکنید. میگه بابا تو به کسی که بهت محبت میکنه رو اگه به محبت بکنی کار زیادی نکردی که. میگه این همه انجام میدن دیگه. میگه حتی این باجگیرم وقتی یکی بهش محبت میکنه بهش محبت میکنه، چیزی نکرد، کار خاصی نکردی که و با دشمنت هم بیای بدی بکنی. میگه اگه این تو شریعت بود، حالا من میخوام به شریعت موسی بود، میخوام به یه چیز دیگه ای بگم. تو شریعت موسی چی بود؟ همسرت رو محبت کن، با دشمن دشمنی کن. اما من بهت میگم دشمنان خودتو محبت کن. چرا؟ و برای اونها که به شما آزار رساندن مثلا محبتش کن، دعای خیر بکن. چرا؟ تا پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشی، زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند. و میگه اگه تنها اونا رو محبت کنی که تو رو محبت کردن، چه پاداشی خواهی داشت؟ حتی خراجگیرا هم این کارا رو میکنن. نه اگه تنها برادران خودت رو سلام بکنی، چه برتری به دیگران داری؟ چجوری مسیحی میخوای باشی؟ مگه حتی اقوامی که بت پرست هستن اینجوری نمیکنن؟ انسانای خوب مگه این کار رو انجام نمیدن؟ پس شما کامل باشید چنانچه پدر آسمانی شما کامل است. خیلیا اینو میگم و بعدش دیگه جمع میکنیم مطلب رو. خدا رو شکر برای این باب، خیلی باب پر برکتی. 6 و 7 هم همین شکلی چارچوب رو داره میگه. فکر نکنین مذهبی داره میگه یا میخواد ما رو خوش بکنه و ما رو توی چارچوب نگه داره. نه، میگه این استانداردهای من، با من میتونی انجامش بدی. خیلیا میگن خب پس عدالت خدا چیه؟ درست دارم میگم؟ خیلی ها میگن عدالت خدا چیه وقتی دنیا این شکلیه، همه دارن همه اینجوری همو میکشن، داغون میکنن، بچه ها میمیرن. پس عدالت خدا کجاست؟ درسته؟ من میخوام یه جور دیگه ای بهش نگاه بکنم. یه لحظه اینکمون عوض بکنیم، با یه زاویه دیگه ای بهش نگاه. وقتی این همه گناه در دنیا هست، چرا خدا ماها رو نابود نمیکنه؟ چون خدا فیض داره، ما رو دوست داره.
چون خدا فیض داره و ما رو دوست داره و میخواد ما نجات پیدا کنیم، میخواد به حضورش. پس جواب دومی هم که میتونم به این سوالاتتون بدم اینه که ما از واقعا که حضور 100% خدا بود و عدالت بود خارج شدیم، پس امروز وارد ناعدالتی شدیم و اینو از بزرگانمون و اجدادمون به ارث بردیم، خودمونم که هر روز داریم خلاف این قوانین خداست. کیا امروز طبق قوانین خدا زندگی کردن؟ من نکردم. شما کردین؟ کردین؟ هر کی کرده بنویس. خدا رو شکر مهدی. خدا رو شکر خواهر نسترن عزیز. چقدر خوب. من نکردم. چون فکرایی رو کردم که تو فکر خدا نبود، تو اراده خدا نبود. سعی میکنم ولی نتونستم کامل انجامش بدم. چون نکردم. حالا اگه امروز کردی من یه ماه پیش رو بهت میگم تو این یه ماه چند بار انجامش ندادی، پس ما هم اومدیم از عدالت خدا رو. اینو میگم که بدون. خب پس مسیح میگی به دشمنات هم محبت بکنی. امروز دشمن ما لزوما کسی نیستش که بخواد بکشتت، نه، میتونه همکارت باشه که پشت سرت بد میگه، یا فامیلت باشه که همیشه به تیکه میندازه. مسیح میگه تو باید فرق. سوالی که میخوام ازت بپرسم این آخرین باری که یه نفر ناراحت شدی تصمیم گرفتی جوابش رو بدی بدی کی بوده؟ آیا میتونی آیا میتونیم این بار یه قدم متفاوت برداریم؟ بخش عدالت و اصول زندگی شخصی و اجتماعی رو میخوایم برای جلسه بعدی تو باب 6 با هم باز بکنیم و یه سری نکات مقدماتیش رو الان بهتون میگم که در جریان باشین. میخوایم در مورد عدالت داخلی، یعنی قلب پاک و انگیزه درست حرف بزنیم که جلسه بعدی، و در مورد عدالت بیرونی، یعنی رفتار درست با دیگران و جامعه. پس 8 تا خوش به حال رو با هم دیگه مورد بررسی قرار دادیم. زندگی مسیحی چه ویژگیهایی داره رو حرف زدیم، چجوری باید با قلب و رفتارمون در ما شکل بگیره صحبت کردیم. در مورد نور و نمک جهان، یعنی ایمان ما باید عملی و اثرگذار باشه، قابل رؤیت باشه، صحبت کردیم و هر بخش شامل زندگی امروز و کاربرد عملی و اینها بود تا تنها فقط یاد نگیریم بلکه اجرات بکنیم. 3 تا سوال میخوام ازتون بگم در مورد همین بحث، اینکه کدوم یکی از 8 تا خوش به حالا برای شما سخت‌تر انجام داده و زندگی شما کجا میتونه مثل نمک و نور تاثیرگذار باشه، و سومیش چه قدم عملی میتونی این هفته برداری تا یکی از خوش به حال‌ها رو اجرا بکنی. اگه بعداً اتفاقاً دوشنبه سه شنبه میاد ویدیو روی یوتیوب، اومد رو یوتیوب، خیلی دوست دارم اونجا برای من کامنت بذارید. تکلیف هفته آینده رو هم میخوایم بگیم در مورد باب 6. میدونید دیگه، نه؟ متن باب 6 رو بخونید: دعا، روزه، تکیه بر خداوند. این 3 قسمتی که حالا خیلی مهمه در مورد صدقه دادنشه، در مورد دعا، روزه، گنج آسمانی، زندگی بدون نگرانی، محکوم نکردن دیگران بخواهید و حتی محکوم نکردن دیگران میره برای باب 7. نه، تا همون زندگی بدون نگرانی بخونید و ببینید 2 قسمت داره. یه آیه‌ای که یا یه بخشی که داره براتون تاثیرگذار بوده رو یادداشت بکنید و یه سوال یا یه چالشی که برای جلسه بعد هست آماده بکنید تا درباره‌اش صحبت بکنید. دعا میکنم خداوندا کمک کن که زندگی ما 8 خوش به حال ها رو و نور و نمک واقعی رو داشته باشه. خداوند قوت بده تا بتونیم در تو این چارچوبت رو با قوت روح القدس انجام بدیم تا بتونیم نور و نمک این دنیا باشیم. کمک کن تا با قلبی پاک، صلح‌جو و محبت در این جامعه خونین باشیم و زندگیمون با دیگران به شکلی باشه، از زندگی شخصیمون به شکلی باشه که بتونیم این رو به دیگران ارائه بدیم تا نام تو خداوندم جلال پیدا و در زندگی دیگران بتونیم اثرگذار باشیم. به نام عیسی مسیح دعامون رو به حضور خداوند آوردیم و طلبیدیم. آمین. آمین.